کسایی که ماینکرافت بازن و این چیزا دنبال اکشن اند استاف بازن اینا اکشن اند استاف جدید و یعنی نسخه 1.11 رو ندارن میذارن از طریق این برنامه نصب کنن. خب الان بهتون میگم نگاه کن این برنامه مگارنو ماینکرافت که میتونید داخل کانال که با عکس خودشه و داخل ویدیوی بعدی بهتون میگم. خب نگاه کنید میرید. خب من که دانلودش کردم. خب میایید بیرون نگاه کن این رو میزنید یعنی میرید رو بخش تکسچر این یعنی این یعنی تکسچر این. خب میایید اینجا بیرونم کار وایسا. خب اینا لودینگ داره لود میشه عشان سیوی 1.11 روزی بعد. خب تکسچر هم بهتون چی شده کلیر اوپن اپ. خب یکم مشکل این چیزا داشت که سریع رفت شد. همین هم دقیقه زایی میشن باشه. خب به جان مادرت. خب بایستا این بخشی مشکل داره برامون بالا نیاورد ولی میتونید برید داخل بخش تکسچر و بزنید رو دانلود. بعدش براتون تبلیغات باید کامل نگاه کنید تا براتون کامل بیاره. خب بریم تا براتون کانالش هم بذارم. خب داخل روبیکاست اینا خب اینم اسمشه مسی. اینم اسم کاناله مود ماینکرافت ادان اکشن اند استاف نسخه 7.1 در مگارنو نیمه بها. خب مودهای دیگه هم داشته ادوس مومنت و این چیزا. خب خدافظ بای.